ایران باستان در دوره هخامنشیان سرزمین بسیار گسترده‌ای شده بود. سرزمینی که از شرق تا افغانستان، از غرب تا یونان و از جنوب تا مصر گسترده بود. کنترل چنین سرزمین پهناوری نیاز به درایت و تیزهوشی فراوان داشت. یکی از خلاقانه ترین تصمیمات پادشاهان هخامنشی به ویژه داریوش اول تقسیم کشور به بخش‌هایی به نام ساتراپی بود. ایران به 20 ساتراپی تقسیم شده بود. ساتراپی ها در واقع همانند استانهای امروزی بودند، با این تفاوت که هر ساتراپی حکومت مستقل و فرهنگ و رسوم خاص خود را داشت و فقط به دولت مرکزی مالیات میداد. بر روی نقش برجسته های تخت جمشید به خوبی میتوان این ساتراپی ها را مشاهده کرد. افرادی که اینجا بر روی دیوارهای تخت جمشید میبینیم نمایندگان ساتراپی های مختلف هستند که برای آوردن مالیات به دربار آمدند.